أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علمی صرف، از کتاب صرف میر 5 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس ششم را از این کتاب صرف میر به سمع شما برادران و دوستداران آموزش علمی نحو برسانم. پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که فصل امر مخاطب گفته از اینجا شروع می شود. دقت بتید، صاحب کتاب میگوید که فصل امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب معلوم گیرند. این عباره ها را خوب دقت بتید. ما و شما درباره اینها در کتاب بدون یک کمی صحبت کوتاه داشتیم. میگه که امر مخاطب را، امر مخاطب همون امر بلامی که در کتاب بدون خوانده بودیم انا همون هست، یا امر حاضر گفتیم. پس با یک نام دیگهش امر مخاطب بوده است. امر بلام، امر حاضر، امر مخاطب، این سه چیز انا همون چیزی که در بدون خوانده بودیم هر سهش یک چیز است. یعنی یک کلمه، چند کلمه هایی هست که با سه نام ذکر می شود، مقصد یک چیز می شود. مثلا ببینید از باب هفتم تفرحو در باب 22 گانه ما و شما در 22 باب صرفی ما و شما خوانده بودیم. باب هشتم ببینید تفرحو این باب چند است؟ باب هشتم. اکنون از این گرفتن فعل امر را، امر بلام را، یا میتونیم بگیم امر حاضر را یا امر مخاطب را برای ما و شما یاد میدهد. میگوید که امر مخاطب را یا امر حاضر را از فعل مستقبل، از فعل مضارع، مستقبل گفتیم معناش مضارع، از فعل مضارع مخاطب، این از فعل های مخاطب است. یعنی که از هفتم صیغه های 14 گانه ای که میگفتیم، مثلا که یفرح و یفرحانی یفرحون، تفرح و تفرحانی یفرحن، این 6 تا غایب است. بعد از این شروع می شود که تفرح و تفرحانی تفرحون، تفرحین تفرحانی تفرحن. انا همین 6 تا که حالا گفتم این را میگویند فعل های مخاطب که ما و شما بارها تکرارش کردیم. فعل مستقبل مخاطبی معلوم گیرند، لیکن باید معلوم باشد، مجهولش نمی کنیم. فعل امر را از مخاطبی معلوم میگیرند و طریقه اخذ آن است و طریقه گرفتن فعل مضارع این طور است. میگوید اکنون یاد میدهد، میگوید که طریقه گرفتنش این طور هست که حرف مستقبل که تا است، حرف مستقبل گفتیم حرف مضارعت. اکنون در اینجا میبینید که حرف تا حرف چی است؟ حرف مستقبل است، حرف مضارعت است. میگه حرف مستقبل که تا است از اول وی اندازن، اول وی میگه میگیرن میپرتن، این حرف تا را میگیریم. اکنون حرف تا را میگیریم. اکنون چی میموند؟ فرحو. اکنون ما حرف تا را که گرفتیم میموند فرحو. و اگر ما بعد حرف مضارعت متحرک باشد، میگه اکنون نگاه میکنیم حرف مضارعت رو گرفتیم، بعد چه نگاه کردیم که حرف ف حرکت دارد، اگر متحرک باشد، حرکت دار باشد، احتیاج به همزه و به همزه نباشد. اکنون دیگر ما در اینجا احتیاج به همزه وصل نداریم. همزه وصل برای ما در کار نیست که برای تلفظ کردن. امر به همان بنا کنند. انا اکنون باقی موندهش قطعی امر میگه بنا کن، میگه آخرش چیکار کن؟ ساکن کن. حالا صاحب کتاب خودش میگوید آخرش ساکن کن، میگه بنا کنند. و حرکت آخر، ببین حرکت آخر را یکتا، دویم تفرحا، ببینید تفرحانی، تفرحون،
تفرحین تفرحین تفرحانی تفرحنا تفرحنا. دقت بتید. اکنون این 6 تا چیه؟ 6 تا مخاطب. اکنون چیکار میکنیم؟ میگه با یک بار دیگر میخونیم. میگه متحرک باشد اگر بعد حرف مضارعات متحرک باشد. ببینید اکنون حرف مضارعات را ما را گو بگیرین. حرف مضارعات را یک تا میگیریم. اینها حرف مضارعات حالا برای ما فرمان داد که بگیریندش. پس ما حرف مضارعات را میگیریم. دقت بتید. وقتی حرف مضارعات را گرفتیم بعد این حرف فی است. ببینید حرکت دارد. بعد این حرف فی است در 6 تا صیغه چی دارد؟ حرکت دارد. میگه که متحرک باشد. اکنون متحرکی هست احتیاج به همزه نباشد. ما در اینجا دیگر احتیاج به همزه وصل نداریم. امر به همون بنا کنند. اکنون به همین میگه امر بنا میکنیم و حرکت آخر در تفرحو بود. گرفتیم حرکت را. حرکت آخر و نون عوض رفع. این نونی چیه؟ عوض رفع است. نون عوض رفع را میگیریم. ببینید نون عوض رفع است میگیریم. اما در اینجا یک الف فارقه میمونیم و این نون عوض رفع است میگیریم. حساب کنید 1 تا 2 تا 3 تا در 3 جا و چهارم نون عوض رفع است میگیریم 5 تا. در این 5 معذرت میخوام 4 تا 1 2 3 و 4 تا در این 4 جا نون عوض رفع رو میگیریم. میگد نون عوض رفع رو میگیریم که در مستقبل باشد که در فعل مضارعشون بود. ما گرفتیم اکنون یکم حرفای مضارعات رو گرفتیم. دوم نون عوض رفع رو گرفتیم. به وقفی ساقط شود. اکنون سبب گرفتن حرکت این نونهای عوض رفع چی است؟ میگد به وقفی است. در که مسئله اختلافی است. سال بعدا در کتابای بعدی میخونید که فعل مضارع را آخرش جزم است، مجزوم است. برای چی؟ علتش چی است؟ صاحب کتاب نخواست که در این اختلاف داخل شود، گفت به وقفی. پس میتونه شما این را در بالاش بنویسید به وقفی، یعنی که به جزمی، یعنی آخرش جزم میکنیم. جزم یعنی که حرکت چه میگیریم ساکن میمونیم. اینجا در علامت جزمش نون گرفتیم. در اینجا همچنین نون، اینجا نون، نون ها را گرفتیم. علامت چی شد؟ علامت جزم. این را به وقفی را در بالاش بنویسید که به جزم ساقط شود. پس در باب تفعیل امر حاضر بر این وجه باشد. اکنون دقت بتید در باب تفعیل یعنی در باب تفریح باب 8 در میگد امر به این طریق میشد. ببینید فرحا تیو را گرفتیم شید چی؟ فعل امر. فرحو فرحی فرحا فرحنا. اکنون در جمع مؤنث ما فقط یک کار کردیم، ت را گرفتیم، باقی موندهش همون طور ایستاد. چرا این نون را نگرفتیم؟ زیرا اینکه نون به مثل این واو ضمیر است. به مثل نون هایی که گرفتیم علامت نون های عوض رفع، این نون عوض رفع نیست. این نون چی است؟ ضمیر است. یعنی که فرحنا خرسند کنید شما زنها را از چی میگیریم؟ از همین نون گرفتیم. این نون فاعل فرحنا شده ایستاده است. خب اکنون میگوید به این وجه باشد، بر این وجه باشد. صرف، اکنون این صاحب کتاب صرف را آورد، ما فرح را آوردیم. صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرف نه. اکنون 6 تای امر مخاطب، امر حاضر بنا کرده شد و بر این قیاس بود. اکنون باب ها را یک تا میارد که کدام باب ها ما احتیاج به الف وصل نداریم. چندی از اون باب ها را ذکر میکند، دقت بتید. و بر این قیاس بود باب مفاعلت. باب مفاعله باب نهم را در نظر دارد، یعنی باب مقاتله. باب نهم که ضارب میشود، ضارب میشود فعل چی؟ فعل امرش. مثلا که ضارب را از چی میگیریم؟ از تو ببینید تو ضاربو تک حرف مضارعت است میگیریم، آخرش ساکن میکنیم به مثل این
میشود ضارب فعل امر. باقی ماندهش شما خودتون در دفتراتون بنویسید که از این چه خیل فعل امر گرفته میشه. 6 صیغه فعل مضارعش بنویسید، بعد فعل امر رو جدا کنید. میگه که فعل امر میشود ضارب، دیگه احتیاج به الف همزه وصل نداره. میگیم ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضارب. نه، 6 صیغه فعل امر مخاطب، امر حاضر. از باب نهم میگه ضارب، ضاربا، ضاربو الی آخره. ما شما 6 گفتیم، ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضارب. نه، یا که ما شما در اون دیگر در 22 باب صرفی قاتل میگفتیم، قاتل، قاتلا، قاتلو، قاتلی، قاتلا، قاتل. نه. خب باب نهم. و در باب تفاعل گویی، باب تفاعل، باب تباعد، باب چند می شود؟ باب 14. در باب 14 میگوییم باب تفاعل ده، مثلا که در اینجا چی آورد؟ در تضارب مثلا میگیم تا دا، تا داره بو. دقت بتید، تضاربو. اکنون برای فعل امر کردن اول هر ت یکم، ت چیه؟ فعل حرف مضارعت است، حرف مستقبل. این ت را میگیریم، دقت بتید، ت را میگیریم، آخرش ساکن میکنیم، میشه چی؟ تضارب. تضارب فعل امر شد، تضارب. یا ما شما در اونجا میگیم تباعد فعل امر، تتباعدو بود، ت یکم رو گرفتیم، آخرش ساکن کردیم، شد تباعد. خب باب 14 دا میگفتیم که تضارب، تضارب، تضاربه، تضاربو، تضاربی، تضاربه، تضاربن. 6 صیغه فعل چی شد؟ امر مخاطب. خب تا آخر میگوید تضارب، تضاربا، تضاربو، تا آخر. یعنی 6 صیغه شب بگو چخیلی که در اینجا یکم رو نوشتیم، 6 صیغه همچنین گفتیم. و در باب فعللتن، در باب فعللتن، باب فعللتن باب چند است؟ باب 19، باب ثلاث رباع مجرد. میگه از باب مثلا دهرج یدهرجو، از تو دهرجو میگیریم، تو دهرجو. دقت بتید، تو دهرجو فعل مخاطب است، فعل مخاطب. پس ما حرف مضارعت رو میگیریم از سرش و آخرش ساکن میکنیم، میشود دهرج فعل امر. دهرج، دهرجا، دهرجو، دهرجی، دهرجا، دهرجنا. میگوید که و در باب فعللتن میگویم دهرج. ببین دهرج، دهرجا، دهرجو، دهرجی، دهرجا، دهرجنا. 6 صیغه فعل امرش. همچنین در هر یک تا اینها در جمع مؤنث یا تون باشه که فقط حرفای مضارعت رو میگیریم خلاص، دیگر یگان کار نمیکنیم در جمع مؤنث. اما این 5 تا این آخرش ساکن و حرف مضارعت، در اینها نون های عوض رفع رو گرفته استودیم. اینها را سخت دقت بتید. میگه دهرج، دهرجا، دهرجو تا آخر، یعنی 6 صیغه اش را چطوری که گفتیم، دهرج، دهرجا، دهرجو، دهرجی، دهرجا، دهرجنا. و اگر ما بعد حرف مستقبل ساکن باشد، ان اکنون میگذاریم در باب هایی که بعدش ساکن هستند، بعدش ساکن هستند. اما یاد باب دیگر هم بود نگفت، باب 13 تکلم. ببینید تکلم، یتکلم، یتکلم، تتکلم، امر فعل مخاطبش است، تکلم. اکنون ما از این چخل تتکلم، از این چخل فعل امر میگیریم، حرف مضارعت ت یکم رو میگیریم، به مثل این دو ت دارادیتش حرف مضارعت هست، میگیریم آخرش ساکن میکنیم، میشه چی؟ تکلم. پس 6 صیغه را میاریم که تکلم، تکلما، تکلمو، تکلمی، تکلمات، تکلمنا. 6 صیغهش. با یک باب دیگر هم است که احتیاج به الف نداریم، اون باب 20 است. مثلا دهرجه باب 19 بود، تدهرجه. ببینید تدهرجه، تتدهرجو، دو تا تقتی، تا ببینید تتدهرجو، تتدهرجو باب چنده؟ باب 20. پس ما اگر میخواهیم فعل امر از این بگیریم، فعل امر از این بگیریم، حرف مضارعت رو میگیریم، آخر ساکن میشه، میکنیم چی میشه؟ تتدهرج،
تتدحرج. تتدحرج ببینید تتدحرج فعل امری بابی چی شد؟ بابی 20. دحرج امری بابی 19 شد. پس میگیم تدحرج، تدحرجا، تدحرجو، تدحرجی، تدحرجا، تدحرج نه. 6 صیغه فعل امرش. با این پس همگی 5 تا شد. باب 8، باب 9 2 تا، این 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. این 6 باب ده برای ما الف در کار نبود. الف همزه وصل در کار نیست. پس بیایید این رو از بین میبریم و میاریم باب های را که ما احتیاج به چی داریم؟ به همزه وصل داریم. خب دقت بتید. میگوید که و اگر ما بعد حرف مستقبل ساکن باشد احتیاج افتد به همزه وصل. اما اگر بعد حرف مضارعت رو گرفتیم حرف باشد که ساکن باشد، در این صورت ما احتیاج به چی داریم؟ به احتیاج ما به همزه وصل داریم. مثلا باب 1. باب 1 چی است؟ نصر ینصرو. 6 صیغه مخاطبش شروع می شود از تنصرو. انت تنصرو. دقت بتید. تنصرو، تنصرو. و باب 2 ضرب یضربو. انت ببینید تضریبو، تضریبو. باب 3 منع یمنعو. انت تمنعو، تمنعو. دقت بتید. تمنعو. پس ما 3 باب را نوشتیم. برای چی 3 باب را نوشتیم؟ به خاطر این عین باب. اینجا ضمه است، اینجا کسره است، اینجا فتحه. اکنون چی کار میکنیم؟ دقت بتید. میگه اگر ما بعد حرف مستقبل ساکن باشد، مثلا ما حرف ت را گرفتیم، حرف ت گرفته شد از اینجا، حرف نون ساکن دارد. حرف اینجا هم ت را گرفتیم، حرف ضاد ساکن دارد. در اینجا هم ت حرف مستقبل که بود گرفتیم، حرف میم ساکن دارد. ببینید اینها ساکن. اینجا وقتی گرفتیم متحرک بود، اما اینجا ساکن است. چیکارش میکنیم؟ همین را میگه که اگر ما بعد حرف مستقبل ساکن باشد احتیاج افتد به همزه وصل. انا که در اینجا ما احتیاج داریم به همزه وصل، احتیاج پیدا کردیم به همزه وصل، زیرا که ابتدا به ساکن ممکن نیست. در اینجا ما هیچ امکان نداره که ما به ساکن این کلمه را بگوییم. با ساکن این کلمه را ما گفته نمیتوانیم. پس اگر ما بعد اون ساکن ضمه باشد، اکنون بعد این ساکن را نگاه میکنیم ضمه باشد. ببینید اکنون ما حالا الف را میمونیم، همزه وصل موندیم. ببینید همزه وصل موندیم، اما این همزه وصل ا بگوییم، ای بگوییم یا که او بگوییم، کدام حرکت را بتیم؟ اینش را همچنین، این هم همچنین، یعنی که این 3 حرکت قبول کرده میتوند. کدامی از این حرکت ها را ما بتیم در اینها؟ انا همین را برای ما و شما یاد میتید. میگه که پس اگر بعد اون یعنی بعد همین ساکن، بعد اون ساکن ضمه باشد، به مثل این اگر ضمه باشد همزه رو مضموم گردانند. این همزه را اکنون فقط ضمه میکنیم بس، میشود چی؟ انصر. آخرش ساکن میکنیم با وقفی، با جزم، به مثل این و میشود چی؟ انصر، یعنی کمک کن، یاردم کن تو. اکنون حالا ما فعل امر رو از این باب گرفتیم. در بدان یادتان باشد ما گفتیم که اگر از باب یفعلو باشد همزه رو دم میکنیم. ما گفتیم 2 تا باب یفعلو داریم. باب 1 نصر ینصرو، باب 5 شرف یشرفو. فعل امر رو از تشرفو میگیریم. ببینید تشرفو. یادم ما را بگه که از تشرفو فعل امر بگی حرف مضارع که ت از میگیریم، آخرش با جزم ساکن میکنیم، الف احتیاج به همزه وصل داریم، همزه وصل را میگیریم، پس به مثل این ضمه میکنیم. ببینید میشه او شروف. برای عین باب را دیدیم که ضمه دارد. باب 1 و 5 فعل امرش احتیاج به همزه مضمومه دارد. این گپ بدان است. اگر یادتون باشد در بدان این رو قید کرده بودیم. اکنون ما 4 باب دیگر ثلاثی مجرد داریم. باب 1، 2،
باب سیوم، باب چهارم، باب ششم. این 4 باب ده همزه هاش چیکار میکنیم؟ دقت بدید. این را برای ما و شما یاد میتید. خب میگوید پیش از اونه که اون باب ها را بیان کنه، پس اگر ما بعد ساکن دمه باشد، ما بعد ساکن دمه باشد، کتابی که میبینید دمه باشد، احتیاج افتاد به همزه وصل، احتیاج به همزه وصل پیدا کردیم. زیرا که ابتدا به دمه باشد همزه رو مضموم گردانند. همزه را چیکار کردیم؟ ما دمه دادیم، همزه رو مضموم گردانند و حرکت آخر و نون عوض رفع رو به وقی بیافکنند. اکنون باقی مانده شده مثلا عنصر، عنصرا از تنصرانی گرفتگی است. عنصرو از تنصرو نه گرفتگی است. عنصری از تنصری نه گرفتگی است. عنصرا دو زن از تنصرانی گرفتگی است. عنصر نه از تنصر نه گرفتگی است. در جا یه عمل انجام دادیم و خلاص. اینها را در دفتراتون بنویسید. پس اشروف همچنین از تشروفو گرفتگی است. اشروفا از تشروفانی گرفتگی است. اشروفو از تشروفو نگرفتگی است. اشروفی از تشروفی نگرفتگی است. اشروفا از تشروفانی گرفتگی است. اشروف نه جمع زنان است، از تشروف نه گرفتگی است. دایم گفتیم یک عمل انجام دادیم. پس این گپای گفتگی ما در دفتراتون بنویسید، بهتر و خوبتر میفهمید. پس صاحب کتاب میگه چون عنصر، عنصرا، عنصرو، عنصری، عنصرا، عنصرنا. اکنون نویست عنصر، عنصرا، عنصرو، عنصری، عنصرا، عنصرنا. 6 صیغه امر مخاطب. اشرف، اشرفا، اشرفو، اشرفی، اشرفا، اشرفنا. 6 صیغه مخاطب باب 5. خب اکنون میگذاریم به بعدش. میگه و اگر ما بعد ساکن فتحه باشد، با دوام همین گپ. اکنون ما بعد ساکن حرف مضارعت رو گرفتیم، بعد ساکن را نگاه کردیم که فتحه است. مثلا بگیم از باب سیوم است یا از باب چهارم. مثلا علم یعلمو، همچنین علامت فتحه می شود. مثلا ببین ای تعلمو میگیریم باب چهارم، تعلمو. حرف مضارعت رو ما گرفتیم، احتیاج به چی پیدا کردیم؟ احتیاج به الف همزه، آخرش به وقت ساکن کردیم. اکنون نگاه کنید، این از باب سیوم است، این از باب چهارم. اگر که میگه بعد از حرف ساکن، حرف مضارعت رو گرفتیم ساکن، اگر حرف متحرک فتحه داشته باشد، اکنون این حرکت ها را کدام شمیتیم؟ یک. دقت بتید. و باشد یا کسره، یا که مثلا نگاه کن این را ببین کسره است، یا باب ششم هم همچنین کسره می شود. مثلا تحسبو، حسب یحسبو، تحسبو. تحسبو حرف مضارعت رو میگیریم برای فعل امر ساختن، احتیاج به الف همزه وصل پیدا میکنیم، آخرش به وقت ساکن میکنیم میشود. اکنون این حرکت ما چی بتیم؟ ببینید به مثل اینها این دو همزه 3 حرکت قبول کرده میتونه. کدام حرکت رو برای این همزه بتیم؟ همین را میگوید که و اگر ما بعد ساکن فتحه باشد، چطوری که اینجا دیدید، یا کسره، چطوری که در این دو باب دیدید، یا کسره، همزه رو مکسور گردانند. اکنون در اینجا ما همزه رو فقط کسره میتیم، در اینجاش هم همچنین، در اینجا هم همچنین، در اینجاش هم. پس اضرب، احسب، امنع، اعلم فعلای امر می شود. دقت دادید؟ مثلا اضرب آخر ساکن کنیم با وقفی، اضرب. پس 6 صیغه‌اش می شود اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. یا آدم بگه اضرب رو از چی گرفتیم؟ میگیم از تضربو. اضربا رو از چی گرفتیم؟ از تضربانی. اضربو رو از چی گرفتیم؟ از تضربونا. اضربی رو از چی گرفتیم؟ تضربینا. اضربا رو از چی گرفتیم؟ تضربانی. اضربنا رو از چی گرفتیم؟ تضربنا. 6 صیغه فعل امر باب دوم. پس امنع، یا آدم بگه از چی گرفتی که اولا 6 صیغه‌اش امنع، امنعا، امنعو، امنعی، امنعا، امنعنا. پس 6 صیغه‌اش چی می شود؟ یا اصلشون امنع رو از تمنعو گرفتیم، امنعا رو از تمنعانی گرفتیم، امنعو رو از تمنعون گرفتیم، امنعی رو از تمنعی نگرفتیم، امنعا رو از تمنعانی گرفتیم، امنعنا رو از تمنعن گرفتیم. پس این
طریقه گرفتن. چون احسب از چی گرفتگی است؟ یا که اولا 6 صیغه‌اش احسبا یعنی حساب کن. احسبا احسبو احسبی احسبا احسبنا 6 صیغه. اکنون احسب را از تحسیبو گرفتیم، احسبا را از تحسیبانی گرفتیم، احسبو را جمع مذکر مخاطب را جمع مذکر فعل امر مخاطب را از چی گرفتیم؟ از تحسیبو نگرفتیم. احسبی یک زن از تحسیبی نگرفتیم. احسبا دو زن را از تحسیبانی گرفتیم. احسب را از تحسیب نگرفتیم. 6 صیغه اصلی گرفتنمون. اعلم را از چی گرفتیم؟ یا 6 صیغه‌اش چی میشود؟ اعلم یعنی بدان. اعلما شما دو کس بدانید، اعلمو شما مردم همه بدانید. اعلمی تو یک زن بدان، اعلما تو شما دو زن بدانید، اعلم نه شما همه زنها بدانید. اکنون اینها را از چی گرفتیم؟ اعلم از تعلمو، اعلما از تعلمانی، اعلمو از تعلمون، اعلمی از تعلمین، اعلمانی اعلما از تعلمانی، اعلمنا از تعلمنا گرفتیم. پس این هست 14 صیغه 6 صیغه فعل امر حاضر یا امر بلام یا امر مخاطب. این صیغه هاش می باشد. اکنون میگوید که و آخر موقوف، چون اعلم اعلما اعلمو اعلمی اعلما اعلمنا این باب چهارم را آورد. پس میگوید و اضرب باب دوم رو میارد. اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. پس 6 صیغه اینها را آورد و اینها را چطوری که علاوه براتون ذکر کردم. اکنون بعد از این میگوید و چون همزه وصل متصل شود، و چون همزه وصل متصل شود. همزه وصل انا همین همزه‌ای که در اینجا احتیاج پیدا کردیم، انا همین همزه را همزه چی میگن؟ همزه وصل. میگه اگر همزه وصل پیوست شود با ما قبل خود ساقط گردد. مثلا حاضر در اینجا یک کلمه ف را بیاریم، ف یا مثلا و یا ثم. ببینید اکنون یا در دیگراش هم همین ها را بمونید. مثلا حرکت دارد این. ببینید یه آدم ما را بگوید که همین طور نوشتگی را دیدیم چه خیلی میخونیم؟ میگیم فانصر. نه، چی میگیم؟ میگیم فانصر. این الف را تماما نمیخونیم. چرا؟ زیرا که این الف در اول ما احتیاج به این داریم. وقتی پیش خودش یه حرکت دار که بیاید دیگه احتیاج به الف نداریم. نوشته می شود اما خوانده نمی شود. ببین و اشروف نه، و شروف این را ساکن وشروف. ثم اضرب نمیگیم، میگیم ثم میم ضاد میچسبونیم ثم اضرب. الفا در این صورت خوانده نمی شود. ان همین را میگوید که و چون همزه وصل متصل شود با ما قبل خود، یعنی متصل شود با ما قبل خود، پیش خودش ببینید، پیش خودش متصل شود بچسبد، ساقط گردد. خیلی که ما نخوندیمش، می افتونیم شد در تلفظ کردن. ساقط گردد در عبارت و تلفظ. اینجا کلمه عبارت والله علم غلط و خطا است، باید عبارت رو نمی نویست، میگفت در تلفظ، لیکن در عبارت هست. ببینید در عبارت هست، ما دیده سیمش، اما در تلفظ نیست. از این حساب کلمه عبارت رو خط بزنید و در عبارت رو نابود کنید. بگوید که ساقط گردد در تلفظ، در گفتن. ببین میگیم فانصر، نمیگیم فانصر. یا نمیگیم ثم انصر ثم اضرب، میگیم ثم اضرب. در عبارت در تلفظ ساقط گردد، تلفظ کرده نمی شود و در کتابت باقی ماند، اما در نوشتن باقی میماند. می شود اکنون اون عبارت رو در بر این کتابت همراه کنیم که در کتابت و عبارت باقی ماند. در عبارت هست یا در نوشتن هست، اما در تلفظ نیست، در تلفظ وجود ندارد. چون فاطلب ثم اطلب، مثلا فاطلب یا فانصر، ببین نگفتیمش. ثم اضرب ثم اطلب، حرف الف همزه وصل خونده نشد. اکنون صاحب کتاب بعد از این به فصل جدید میگذرد. دقت بتید، فصل نو. در فصل نو چی میگوید؟ پیش از اونه که به فصل نو بگذاریم، یک باب دیگر ماند در اینجا ما بیانش نکردیم. اون باب چی است؟ اون باب
اکریم. اکرم یکریمو. ببینید یک بابی هفتم یکریمو. اکنون از این یکریمو یا از تکریمو از مخاطب، از تکریمو چطور ما فعل امر میگیریم؟ ببینید آخرش ساکن میکنیم، حرف مضارعت رو میگیریم و این کاف چی دارد؟ ساکن دارد. پس ما همین طور همزه وصلش میتیم، احتیاج به همین همزه پیدا میکنیم؟ نه، اینجا ما احتیاج به این همزه پیدا نمیکنیم. پس این ساکن از چی طور میخونیم؟ میگیم که یکریمو را از تکریمو را اصلش این طور بود. ببینید تو اک ری مو، آخرش از ساکن میکنیم، حرف مضارعت رو میگیریم، میمونه چی؟ اکریم. دقت دادید؟ میموند اکریم. پس در اینجا همزه انمی را میگیم همزه ساقطه برگردد. همین همزه که افتیدگی بود، یکریمو اصل گفتیم یو اکریمو بود، برای ثقیلی عرب افتاندوش. پس ما میگیم برمیگرداریم همین همزه را. این همزه به مثل این همزه نیست. این همزه اگر در اولش ف هم بمونیم خونده میشه، میگیم فاکریم، نمیگیم فکریم، نه فاکریم. این همزه خونده میشود، اما این همزه چطور گفتیم؟ در اول خونده نمیشود. پس این نازکی این بابی هفتم بود که در بدون هم در بورش صحبت داشتیم. اما همه اینا چطور گفتیم که یا تکرار برای درس‌های گذشته شد. خب میگذاریم به فصل نو. در فصل نو چی میگوید؟ در فصل نو اول اینجا را پاک کنیم زیرا که این موضوع با آخر رسید، فعل امر. پس میگذاریم به موضوع نو. موضوع نو ما و شما میگوید فصل مجموع افعال بر دو نوع است، لازم و متعدی. ما و شما را میدونیم از 22 باب صرفی بارها تکرار کدام باب ها متعدی است و کدام باب ها لازم است. اینها را چند بار خوندیم. همون را میگوید مجموع افعال بر دو نوع است، لازم است متعدی. لازم آن است که از فاعل تجاوز نکند و به مفعول به نرسد، مانند ذهب زیدون. دقت بتید، ذهب زیدون، ذهب زیدون، رفت زید، فعل لازم است. یا مثلا میگوییم که یا میگوییم قعد عمرو. دقت بتید، عمرو، قعد عمرو. اینها هر دوش فعلای چی هستند؟ فعلای لازم هستند. چرا؟ زیرا که مفعول به ندارن. زید خودش نشست، عمرو خودش نشست، زید خودش رفت، عمرو خودش نشست، مفعول به ندارن. اینها را میگن فعل چی؟ لازم. اکنون و متعدی آن است که از فاعل درگذرد و به مفعول به رسد، چون ضرب زیدون عمرا. دقت بتید، ضرب زیدون عمرا. اکنون نگاه کنید، اینجا ضرب زیدون عمرا مفعول به گرفت، این فاعل است، این مفعول به. پس فعل ضرب متعدی است، این فعل ذهب چی است؟ لازم. این یک مثال، ضرب زیدون عمرا. و فعل لازم را اکنون خلاص، فعل لازم، این هر دو فعل ها فعل لازم است. این فعل چی است؟ متعدی است. همین قدر برای ما بیان کرد و خلاص. ما و شما از 22 باب صرفی میدونیم کدام باب ها متعدی است و کدام باب ها لازم. این ما و شما با فضل و بزرگی الله در درس‌های گذشته در 22 باب صرفی خوب بیانش کرده بودیم. خب اکنون میگه که و فعل لازم رو به همزه افعال یا به تضعیف عین تفعیل یا به حرف جر متعدی سازند. اکنون من انا همین فعل لازم را میخواهم که فعل متعدی بکنم. فعل متعدی بکنم که مفعول به بگیرد به مثل این. چیکارش میکنم؟ صاحب کتاب سه راهش نشان دادگی است. یکم میگوید این را باب هفتم ببر. ذهب اگر باب هفتم ببرم چی میشود؟ این ذا، این اصلی ثلاثی مجردش در اولش یه همزه میمونه، میشود اذهب باب هفتم، اکرم افعل باب هفتم میبرمش. پس میگم که اذهب متعدی شد، ذهب زیدون زید رفت، اذهب مثلا اذهب محمدون زیدن.
دقت دادید؟ زیدن. اکنون با مثل این مفعول به گرفت. اذهب محمد زیدن. یا ترجمه شد در اینجا ذهب زید، زید رفت. در اذهب محمد زیدن چی می شود؟ محمد زید رو روان کرد یا زید رو برد. محمد زید رو فرستاد. اینطور ترجمه کرده می شود. دقت دادید؟ پس این با باب هفتم بردن یکم راه. باب هفتم میبریم، فعل لازم متعدی می شود، یکم راه. و دویم راه، راهی باب هشتم میبریم. مثلا در اینجا می نویسیم که فرح زیدون، زید خودش خرسند شد. فرح فعل لازم است. ببین با مثل ذهبه. اکنون من میگم که زید را خرسند کرد یا آدم دیگه. این باب را باب هشتم میبرم، می نویسم اول ثلاثی مجردش. ببینید ثلاثی مجرد ما گفتیم عین باب را تکرار میکنیم. پس در اینجا شده میمونم، میشه فرح. ببینید فرح، فرح باب چنده؟ باب هشتم. پس میگم فرح محمدون، محمدون باز میگویم زیدن. ببینید خرسند کرد محمد زید رو. در اینجا فرح زیدون، زید خودش خرسند شد. اما در اینجا فرح محمد زیدن، خرسند کرد محمد زید رو. و مثل این مفعول به گرفت. در اینجا فعل لازم بود. باب چند شد؟ باب هفتم، باب هشتم. و همچنین باب نهم هم متعدی میکنه و باب 15 هم متعدی میکنه که اینها را در کتاب‌های بعدی میخونیم. تقریبا 7-8 راه داریم ما که فعل لازم را متعدی گردانده میتونه. اما هر باب هر نمود است. نمیتونیم که همه چیزا باب 7 بیاریم یا همه چیزا باب 8 بریم. نه، اینها را در کتاب‌های بعدی خواهیم خواند. اکنون سیوم راه، دو راه شما گرفتیم. باب هفتم بردیم، باب هشتم بردیم. سیوم راه چی است؟ راهی به حرف جر. حرف جر قطعی همچنین متعدی می سازند. ببینید ذهب زیدون. مثلا ما اگر که می خواهیم این را باز به این طریق نمو به دیگر طریق چیکارش کنیم؟ متعدیش کنیم. پس میگویم دقت بدید، زیدون را از اونجا میگیرم، میگویم که ذهب تو بی زیدین، بی زیدین. دقت دادید؟ ذهب تو بی زیدین. پس این با گفته ترجمه کرده نمی شود به تاجیک. این بره به تعدیه میگن، به متعدی کردن فعل لازم. این بره ترجمه نمیکنه. میگیم که ذهب تو بی زیدین یعنی زید را فرستادم یا زید را روان کردم. ترجمه را دقت بدید. این بی ترجمه کرده نمی شود. این بی برای متعدی است. این باید تعدیهش میگن. پس زیدین لفظاً مجرور است، محلاً منصوب است. به خاطر چی؟ به خاطر به مثل اینها مفعول به است. اما در لفظ این به این را جر کرد. این نازکی است که اینها را در نحو میخونیم، اعرابش را، تحلیلش را. اما حالا بفهمید که ذهب تو بی زیدین یعنی زید را روان کردم. یا مثلا انطلق زیدون، انطلق یعنی که چیکار کرد؟ رفت. انطلق زیدون. من اگر که میخواهم بگم که من زید را روان کردم، فرستادم، پس میگم که انطلقتو بی زیدین. با مثل این انطلقتو بی زیدین میگم. پس یعنی که من زید را روان کردم. در این جمع بی در پایان هم بس چی میشود؟ باید تعدیه میشود، برای متعدی کردن. اکنون میگه چون مانندی اذهب تو زیدن، اذهب محمد زیدن یعنی که محمد زید رو روان کرد. یا اذهب تو زیدن یعنی من روان کردم زید رو. اذهب تو من روان کردم یا من فرستادم زید رو. این یک راهش باب هفتم. و فرحته یعنی فرح محمد زیدن یا فرحتو زیدن، خرسند کردم زید رو یا خرسند کرد محمد زید رو. و ذهبت بزیدین، ببین ذهبت بزیدین، زید رو فرستادم یا زید رو روان کردم. و انطلقت به، انطلقت به یعنی بزیدین، انطلقت بزیدین
یعنی زید را فرستادم. پس این هست طریقه متعدی کردن فعل لازم. در اینجا فقط گفتیم 3 تاش رو گفت، باقی مانده اش رو در کتاب‌های بعدی و در کتاب‌های دیگر خواهیم خواند. خب اکنون فصل نو شروع می شود. در فصل نو می بینیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی می گوید. صاحب کتاب برای ما و شما، صاحب کتاب صرف میر می گوید که فصل چون فعل را از برای مفعول بنا کنند. ببینید اصطلاحات رو دقت بدید. فعل را از برای مفعول بنا کنند، در بدون میگیم که فعل مجهول. همون فعل مجهول همین فعل را از برای مفعول بنا کنند، هرش یک گپ است. یعنی فعل لازمه، فعل معلومه، مجهول کردن، هر دوش یک چیز است. در ماضی ثلاثی مجرد فای فعل را ضم کنند، ضم کنند و عین فعل را به کسر یعنی کسره کنند. دقت بدید. مثلا باب نصارا. اکنون من میخوام که نصره را مجهول بکنم، معلوم است، میخوام مجهولش بکنم. صاحب کتاب گپش گوش کنید چی میگه. میگه که چون فعل را از برای مفعول بنا کنن، فعل لازم را فعل معلوم را مجهول کنن، در ماضی ثلاثی مجرد فای فعل را به ضم کنن، یعنی فای فعل در اینجا کدام است؟ فای فعل حرف نون است، یعنی که وزنش بنویسیم تا اینکه آسان‌تر شود برای فهمیدن. ببینید فای فعل یعنی که حرف نون را ضم کنن، یکم کار. و عین فعل را کسر. ببینید عین این حرف صاد است، عین را کسر کنن، پس میشه فعل مجهول. نصره فعل چیه؟ مجهول است. این گپی صاحب کتاب صرف میر است. اما کتابی بیدان بسیار خوبتر و بهتر گفتگی بود. گپای او را در ذهنتون بگیرید، اون بهتر است. مثلا نصره من میخواهم که مجهولش کنم، چیکارش کنم؟ میگه که اگر میخواهی که معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی، ما قبل و آخر رو کسر کن. دقت بدید، ما قبل و آخر رو کسر کن و هر متحرکی که پیش از ما قبل و آخر است او رو ضم کن، میشه و نصره. ببینید قاعده او 22 باب صرفی را در بر میگیرد، اما این فقط باب ثلاثی مجرد گفت خلاص. ولی بعدا یک تا بیان میکند، یک تا بیان میکند. اما قاعده بدون بهتر و خوبتر است. ما قبل و آخر را کسر و هر متحرکی که پیش از ما قبل و آخر است. مثلا استخرج. دقت بدید، استخرج. من میخوام که استخرج اینقدر دراز است. حالا صاحب کتاب صرف ما را نگفته است چیکارش کن، اما موافق کتاب بدون ما قبل و آخر حرف ر است، پیش از آخر کسره کن و هر متحرکی که پیش از ما قبل و آخر است، حرف خ حرکت نداره، حرف ت حرکت داره، دمش میکنم. این الف این دمه را پیدا میکنم، میشه استخرج مجهول فعلی ماضی. دقت دادید کتاب بدون گپش بهتر و خوبتر و افضلتر است در این باب. خب میخونیم که صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که بدم کن و عین فعل را به کسر، چون نصرو. ببین نصرت نصرنا، نصرتما نصرتنا، 14 صيغه مجهول فعلی ماضی تا آخر میگد. و ضرب تا آخر. باب دوم همچنین بگوید ضربنا، ضربتم، 14 صيغه مجهول فعلی ماضی. خب تا آخر. و علمو تا آخر. باب چهارم را بیان میکند. علمو، علمت، علمنا، علمت، علمتم، علمتی، علمتن، علمنا، 14 صيغه. و منعو بابی سیم رو بیان میکند. منع تا آخر میگوید، 14 صيغه ش بگو. منعت، منعتا، منعنا، منعتم. این را در 22 باب صرفی بارها گفتیم. حسبو تا آخر. باب چنده؟ حسبه باب ششم. حسبو، حسبت، حسبنا، حسبتم، حسبتی، حسبتن، حسبنا، 14 صيغه. بعد از این میاره شرفو. باب چنده؟ باب پنجم. اصلش چیه؟ شروفه و مثل همین کرده. ما قبل آخر را کسر و
هر متحرک پیش از ما قبل آخر رو دم کردیم. یا عین فای کلمه رو دم در ثلاثی مجرد و عین باب رو کسر کردیم به گفت گپی صرف میر. پس شد شرفه شد شوریفه. شوریفه شوریفه شوریفو شوریفت شوریفتا شوریف نه شوریفت شوریفتما شوریفتم شوریفتی شوریفتما شوریفتون نه شوریفتو شوریفتو 14 صیغه‌اش. خب و در باب افعال انا اکنون ببین یک تا بیان میکند. کتاب بدون ده قاعده گرفتگیمون همش در اومد. باب افعال باب چیه؟ اکرمه. دقت بتید. اکرمه اکرمه. اول قاعده این را میخونیم چی میگه؟ میگه که و در باب افعال همزه رو مضموم و عین رو مکسور کنند. همزه رو ببین دمه بته میگه و عین رو عین باب هستین عین رو کسره اکرمه مجهول میشود. اما همون گپ بدون رو در یادتون بیارید. مثلا اینجا با چی؟ اکرمه. یا بار دیگر اکرمه گپ بدون میگه اگر میخوای معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی ما قبل اخیر رو کسر کن و هر متحرکی که پیش از ما قبل اخیر است. پس کاف متحرک نیست، این همزه متحرک است. هر متحرک پیش از ما قبل اخیر رو دم کن میشه اکرمه. ببین اون گپ آسان تر است. همه گپا را همه بابا را در بر میگیرد. پس میگه اکرم اکرمه 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 اکرمو اکرمی اکرمه اکرمنا. معذرت میخوام. اکرمه اکرمه اکرمو اکرم اکرمه اکرمه اکرمو 6 صیغه غایبی فعل ماضی. اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمت اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنو 14 صیغه مجهول فعل چه ماضی بابی هفتم. خب تا آخر. و همچنین در باب مفاعلت. باب مفاعلت باب چند است؟ باب مفاعلت باب نهم. مانند چه؟ مانند قاتل در اینجا در 22 باب صرفی گفتیم کم ترک کار دارد. کم ترک کار دارد. خب میبینیم اول چی میگوید؟ میگوید که در باب مفاعلت لیکن چون در باب مفاعلت لیکن چون فا مضموم شود فا را چکار میکنیم؟ فای کلمه مضموم میشود یک تا و فا مضموم شود و الف منقلب گردد به واو. این الف چی می شود؟ واو می شود و مقابل آخر چی می شود؟ کسره می شود. چی؟ قوتله فعل مجهول باب نهم. میگه و همچنین در باب مفاعلت. همچنین در باب مفاعلت مقصدش این هست که ما قبل آخر رو کسر میکنیم. یعنی عین باب رو کسر میکنیم و فا قاف کلمه قاف حرف قاف فای کلمه که از دمش میکنیم الف رو قلب به واو میکنیم میشه قوتله فعلی مجهولش. اما گپ بدون رو با دایتون بیارید. ما قبل آخر رو کسر و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او رو دم میکنیم میشه قو و الف رو قلب به واو میکنیم به خاطر اینکه ما قبل دمه که است قلب به واو میکنیم میشه قوتله. پس 14 صیغه‌اش میشه قوتله قوتلا قوتلو قوتلت قوتلتا قوتلنا قوتلت قوتلتما قوتلتم قوتلتی قوتلتما قوتلتن قوتلتو قوتلنا 14 صیغه معلوم فعل ماضی باب نهم. پس اینجا این دوری بر آوردگی است. دوری به مثل همین اصلش ضاربه بود الف رو قلب واو کردیم و ما قبل آخر رو کسر و فای کلمه را ضمه کردیم شد دوری به. خب و در باب تفاعل و تفاعل. تفاعل باب چنده؟ 13 و باب تفاعل باب چنده؟ 14. پس این دو باب رو بیان میکند. 13 و 14 رو یکجا بیان میکند. مثلا 13 رو بنویسیم. مثلا تا اینجا در این خودش تعهد را میارد. تعهد ای خود چه بنویسیم؟ تعهد یا تعاهد. دقت بتید. تعاهد بابی چنده؟ 13. تعاهد بابی 14. تکلم خونده بودیم. تباعد. پس اینها بابی 13 و 14 است. خب اکنون چیکار میکنیم میگه در این دو باب؟ و میگه در بابی تفاعل و تفاعل تا و فا مضموم کنن. این ت و این ف کلمه هر دوش میگه دمه بکن. ببین دمه کردیم
یا با رنگ دیگر کنیم تا اینکه فرقیت فهمیده شود. دقت بدید. طارقتی ف میگه هرچه دمه بکن. خب دمه کردیم. اینجا همین کارو میکنیم. زیرا که گفت هر دی بابا یک خیل است اولش. هر دی اینها رو ما دمه کردیم. پس با چیکار میکنیم؟ میگوید که باب تفاعل و تفاعل فا مضموم تا و فا مضموم کنند و عین مکسور. این عین کلمه است. این عین است. عین کسره میتیم. اینم عین کلمه کسره میتیم. دقت بدید. عین رو مکسور کنند چون تعهد. دقت دادید. تعهد این بود شد. این بود نشده است. اینش بود شد. تعهد. پس 14 صیغه‌اش میشود که تعهد تعهدا تعهدو تعهد تعهدتا تعهدنا تعهدت تعهدتما تعهدتم تعهدتی تعهدتما تعهدتن تعهدتو تعهدنا. کم قین است. برای دو حرف حلق یک جا آمده است. دویمش شده دارد. کم قین است. اما تو کلمه را بگید آسان است. تو کلمه تو کلمه تو کلمو تو کلمه تو کلمتا تو کلمنا تو کلمت تو کلمتما تو کلمتم تو کلمتی تو کلمتما تو کلمتنا تو کلمت تو کلمنا. 14 صیغه مجهول فعل ماضی آسان می شود. اما در اینجا صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که و الف تا آخر گفت. این را تا آخرش بیان کردیم. میگوید که و الف تفاعل نیز منقلب گردد. تفاعل را الفش همچنین قلب می شود به چی؟ و مثل این قلب می شود به واو. پس چی می شود؟ پس می شود که تعوهد. این الف ما قبل مضموم رو قلب به واو کردیم به مثل این. پس می شود تعوهد. پس 14 صیغه‌اش تعوهد تعوهدا تعوهدو تعوهدت تعوهدتا تعوهدنا تعوهدت تعوهدتما تعوهدتم تعوهدتی تعوهدتما تعوهدتن تعوهدتو تعوهدنا. 14 صیغه مجهول باب 14. خب بعد از این چی میگوید؟ میگوید که و در باب افتعال همزه و تا مضموم شوند. افتعال باب افتعال باب چیه؟ باب ما شما اجتماع خونده بودیم. این باب چی میورد؟ اکتسبه. خود مثال صاحب کتاب بنویسیم. اکتسبه. دقت بدید. اکتسبه. اکتسبه باب چنده؟ اجتماع. باب 11. باب 11 یا باب 10. خب در این باب چی میگوید؟ میگوید که و در باب افتعال همزه و تا مضموم شوند. همزه را دمه بته میگد و ت را دمه بته و ما قبل آخر چی میشود؟ کسره میشود. او کتوسیبه فعل چی؟ مجهول فعل ماضی و عین مکسور. چرا گفتیم عین باب مکسور؟ اما گفی بدون دیتون بیارید. این اصلش چی بود؟ اصلش بیاریم. یک تا سبا ما قبل آخر را کسر کنن و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او را دم بکنن. این الف به مثل که جابت بیان کرده بودیم. یا که این الف این را در استخراجه چطور بیان کردیم؟ استخراجه ده. این الف این ت را پیروی میکند. پس میشه چی؟ اکتوسیبه. اکتوسیبه. پس 14 صیغه‌اش اکتوسیبه اکتوسیبا اکتوسیبو اکتوسیبت اکتوسیبتا اکتوسیب نه اکتوسیبتا اکتوسیبتما اکتوسیبتم اکتوسیبتی اکتوسیبتما اکتوسیبتن نه اکتوسیبتو اکتوسیب نه. این 14 صیغه مجهول فعل اجتماع هست. مجهول فعل اجتماع. خب تا آخر و در باب انفعال ببینید. باب انفعال در چی میارد؟ مثال می آوردگیش انصرفه. این صرفه. ما شما این کسره خوندگی بودیم. این صرفه. این باب 11 می شود. نه این باب 10. این باب 11. این صرفه. خب این صرفه را چیکار میکنیم؟ این صرفه را میگوید که میگوید و در باب انفعال همزه و فا مضموم شوند. همزه مضموم می شود. فای کلمه یعنی مضموم می شود. ما قبل آخر چی؟ کسر و عین کلمه مکسور. عین کلمه رو و عین کلمه مکسور چون اون صرفه. همین گپی بدون دیتون بیاره آسان تر است. اگر میخوایم معلوم فعل ماضی رو مجهول کنیم ما قبل آخر رو
کسر و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او را دم. ببینید ثابت سو شد و این همزه و مثل اینجا این حرف ساده حرکت پیدا میکنه میشه انصرفه. انصرفه 14 صیغش میشود انصرفه انصرفا انصرفو انصرفت انصرفتا انصرفنا انصرفتا انصرفتما انصرفتم انصرفتی انصرفتما انصرفتن انصرفتو انصرفنا 14 صیغش. و در باب افعلال حمزه و عین مضموم شوند. ببینید در باب افعلال حمزه و عین مضموم شوند. مانند چی؟ دقت بدید. مره این کم ترک کار دارد نه؟ این کم ترک کار دارد. کار این چی است؟ احمره پیش از اونه که مجهولش کنیم فک ادغام میکنیم میگم چی؟ احمرره اصلش احمرره ادغام میکشیم برای مجهول کردن. برای هر کاری که میکنیم وقتی که میخوایم تصریف در اون بدرایت باید ادغام بکشیم تا اینکه بفهمیم چیکار کردیم. خب نگاه کنید احمرره ادغام کشیدیم. این چی میگه؟ میگه که و در باب افعلال حمزه و عین مضموم شوند. حمزه دمه میگیرد. این عین کلمه است دمه میگیرد. دیدید؟ احمو عین مضموم شود. حمزه و عین مضموم شود. معذرت بله و حمزه و عین مضموم شود. خب و لام اول مکسور. لام اول دیگه جز ما لام اول نمیدونیم دیگه اگر نکشیم چه نمیفهمیم برای خود باید بکشیم. اگه لام اول است لام اول را کسره میکنیم یعنی که این وزن گفته است. وزنی که در 22 باب صرفی ما ترازو را می آوردیم کو ترازو را گفته است که لام اول رو کسر کن چی میشود؟ احموریره. اما گفت بدون قطعی ما قبل آخر را کسر و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او را دم کنن و این الف این را پیدا میکنه میشه احموریره مجهول. الان اکنون را با چیکار میکنیم؟ اکنون میخوایم بر بگردونیم که با ادغام بجاش بیاریم. پس میگیم که اینجا این را حرکت چه میگیریم این را از بین میرود میشود احمر. دیدید؟ احمر این مجهول است. اول جداش کردیم با چسبوندیمش. احمر این نازکیش است. احمر 14 صیغش میشود احمرت احمرتا احموریر. دیدید؟ احموریر گفتیم که را میکشیم احموریر را یکم کسره میکنیم احموریر نه احموریرتا احموریرتما احموریرتم احموریرتی احموریرتما احموریرتن احموریرتو احموریرنا. این نازکی بابی احمره بابی چنده؟ بابی 12. این نازکی بابی 12. و در باب استفعال اکنون میگذاریم در باب استفعال. باب استفعال بابی چنده؟ بابی 15. استخرج. ببینید استخراج بابی چنده؟ بابی 15. باب استفعال استخراج مصدرش رو میگوید بابی 15. اکنون چیکار میکنیم؟ در باب استفعال حمزه و تا مضموم شوند. حمزه را دمه میکنیم ت را دمه میکنیم. ببین هر اینها را دمه کردیم با چیکارش میکنیم؟ و عین را مکسور این عین کلمه است کسرش میکنیم. پس میشود مجهول فعل ماضی استخرج. مجهول فعل 15 باب 15 استخرج استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجت استخرجتما استخرجتم استخرجتی استخرجتما استخرجتن استخرجنا. پس ببینید این صاحب صرف میر یک تا بیان کرد از اینجا شروع کرد. اما با موافق کتاب بدون اگر بکنیم ما قبل آخر که فتحه بود کسرش میکنیم و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر رو دم میکنیم این همزه وصل این حرکت پیروی میکند میشود او. پس میشود استخرج. همین گپی بدون. اما اون چطور گفتیم که آسان‌تر و بهتر است. خب باب 15 هم خلاص شد. استخرج تا آخر. و در باب افعلال باب چنده؟ باب 18. مانندی احمار. ببینید احمار میخوایم احمار رو مجهول بکنیم بنا به مفعول بکنیم. مفعول خب چیکارش میکنه؟ میگه که حمزه و عین مضموم شوند. چطوره که در اینجا گفتیم
پیش از اونه که ما این رو مجهول بکنیم اولا باید جداش کنیم. میگیم ما اصلش ده ما را. ببینید احمارره اصلش احمارره. اکنون مجهول کردن این کار میکنه. میگد که همزه و عین. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که میگوید همزه و عین، این همزه است و این عین کلمه است. هر اینها را دمه میکنیم. ببینید همزه و عین مضموم شوند، اشاره که دمه شون کردیم. و الف منقلب گردد به واو. این الف به مثل این الفی که در اینجا بود قاتله تعاهده، این الف هم قلب به چی می شود؟ به واو. قلب به واو شود. دقت دادید؟ قلب به واو شد. این لام یکم کسره شود. پس می شود چی؟ احموری را. اصلش لام اول مکسور. پس می شود احموری را. اکنون ما می خواهیم که به مثل این باز ادغام بگردونیم، زیرا که ده حرف متجانسین، ده حرف همجنس بر بر اومده است، میخوایم ادغامش کنیم. پس حرکت این رو میگیریم و در بالای این شده میمونیم، میشود احمور. میشود چی؟ احمور. این رو میگن چی؟ التقاء ساکنین علی حده. در 22 باب صرفی گفته بودیم التقاء ساکنین دو نمود میشود. التقاء ساکنین است که جایز است، او را میگن علی حده. التقاء ساکنین است که جایز نیست، او را میگن علی غیر حده. دقت دادید؟ پس در اینجا التقاء ساکنین علی حده است، یعنی در حد خودش است و جایز هست. پس علی حده را در یادتون بگیرید که 3 شرط دارد. بیاین را تفصیل بکنیم، زیرا که این در کتاب 22 باب صرفین را شرح دادگی نبودیم. میگه که علی حده التقاء ساکنین، ببینید علی حده 3 شرط دارد، یکم و دوم و سیوم. این 3 شرطی. پس التقاء ساکنینش در اینجا نه احمور. اصلش چی است؟ احمور. ببینید دو تا ساکن بر اومده. در عربی دو ساکن بر نمیاد، اما در اینجا آمده است علی حده گفته جایز است. میگیم چرا؟ از کجا بفهمیم؟ 3 شرط دارد. شرط یکمش که باید ساکنی اول حرفی چی باشد؟ حرفی مد باید باشد. ساکنی اول حرفی مد شرط یکمش است. ببین ساکنی اول حرفی مد هست یا نیست؟ بله، واو الف حرفای مد هستند. پس حرفی مد باشد، یا 3 تا حرفی مد است، نه واو و الف یا. پس حرفی مد است. یکم شرطی علی حده هست در اینجا. میگذاریم بعد دویم شرطش بعدش حرفی مدغم باشد. مدغم بعد از حرف این مد ساکن اول که حرف مد است، بعدش حرف مدغم باشد. دقت بدید، حرف مدغم است، یعنی حرف ایش درش درآوردگی احمور. اینجا دو تا ای را در درآوردیم، حرف مدغم هست. دوم شرطش ببینید. سیوم شرطش در یک کلمه باشد. در یک کلمه باشد. در یک کلمه باشد. ببینید در یک کلمه هست. بله در یک کلمه است، پس جایز است، درست است. در اینجا درست است که ما التقاء ساکنین را جایز بدانیم. نامش چی است؟ علی حده. علی حده یعنی 3 شرط را دارد. بیا یک مثال دیگه برای واضح شدن بنویسیم که علی غیر حده. علی چی؟ علی غیر حده. دقت بدید، علی غیر حده. علی نامش این طور است، علی غیر حده. خب علی غیر حده مانندی چی؟ مانندی ما در سوره الحمد در آخرش میخونیم، میگیم که ولا ضالین. دقت بدید، از اینجا لا سر میکنیم، ولا ضالین. دقت بدید، این
آیاتی که در آخرین سوره الحمد هست. برین کتاب رو بکشوین، نگاه کنید، نگاه کنید، دقت بتید. ولد این لام قلب ضاد شد، حرفای شمسی میگوین، حرف ضاد از حرفای شمسی است. ولد ضالین. دقت بتید. اکنون باز دقت بتید که ما چند تا حرفی در اینجا چند تا ساکن داریم. ولد یک تا، دو تا، التقای ساکنین شد. اینجا دو تا لام است. اصلش چیه؟ اصلش دالین. اصلش این طور است. دال التقای ساکنین بعد لین. دیدید؟ این لام دو تا می نویسیم، یکمش ساکنه، دیمش حرکت دار. پس در اینجا التقای ساکنین شد. میگیم ولد ضالین. دقت دادید؟ اکنون بیایید بینیم اینجا ولد علی غیر حدیه. جایز نیست بگیم که ولد گفتن جایز نیست. چرا؟ زیرا که علی غیر حدیه التقای ساکنه نه. یک کس بگه چه التقای ساکنه علی غیر حدیه؟ میگیم آخر ما سه شرط داریم در اینجا نیست. چی طور نیست؟ لا یک کلمه است و دا یک کلمه دیگر. مثلا یا که ساکن اول حرف مد باشد. خب ساکن اول حرف مد است. خب یکم شرطی علی حدی در اینجا هست. دویم شرطش که مدغم باشد. آیا در اینجا این بعد این ساکن اینجا در حرف مدغم هست؟ نه، نیست. پس اینجا چی نمی شود؟ التقای ساکنه نمی شود. دویم شرطش، سوم شرطش که یا در یک کلمه نیست. فهمو؟ پس اینجا در التقای ساکنه نشد. برام خاطر هر دینا را نمیخوانیم. چی میگیم؟ ولد لام در ضاد میچسبونیم. ولد دا. دقت دادید؟ اینجا در علا غیر حدی است، جایز نیست. اما ضالی در اینجا چی؟ در اینجا علا حدی است. دقت بتید. ساکن اول حرف علت باشد، حرف مد باشد. ببینید حرف مد است ساکن اول. پسش مدغم باشد. ببینید لام شده دارد. مدغم یعنی دو لام یا جویا کردگی است. در یک کلمه باشد. پس ببینید در یک کلمه است. دیدید؟ در یک کلمه هست. پس ضالی اینجا در مدی علا حدیه است. التقای ساکنین اینجا دو ساکن برای علا حدیه جایز است. و این را در علم تجوید همین طور کلمه هایی که علا حدیه بیاید، یعنی که التقای ساکنین علا حدیه، این طور مدی که به وجود میاد ضالین، مد واجبش میگن یا مد لازمش میگن که مقدار 6 حرکت در علم تجوید کشیده می شود. خب بعد از این ضالین التقای ساکنین، آیا التقای ساکنین جایز است؟ نه. اینجا این اصلا ضالین هست. ضالین اینجا التقای ساکنین نیست. اما ما این ساکنه به خاطر وقف میاریم. ساکن وقف میگن. این ساکن وقف است. برای ضالین میستیم. اصل چی دارد؟ حرکت دارد. برید قرآن را ببینید و همین مثال را بسیارتر کار کنید تا اینکه در ذهنتون بماند. پس صحبت ما درباره احمور را بود که التقای ساکنین شد. علی حدی که بود جایز است التقای ساکنین، چطوری که در ضالین هم این چیز وجود دارد تا آخر. پس می شود احمور، احمورت، احموریرنا. ادغام میکشیم. در ششم صیغه در 22 باب صرفی گفته بودیم. احموریرنا، احموریرت، احموریرتم، احموریرتم، احموریرتی، احموریرتم، احموریرتن، احموریرتو، احموریرنو 14 صیغه اش. خب در باب فعللتن فا مضموم شود و لام اول مکسور. فعللتن باب چیه؟ باب دهرجه. فعللتن باب دهرجه. ببینید دهرجه. اکنون من میخوام دهرجه را مجهول کنم. چیکارش میکنم؟ فای کلمه مضموم میشود میگد
لام اول کلمه کسره. صاحب کتاب میگوید که در باب فعلتن فا مضموم شود و لام اول مکسور میشود دحرج. پس مجهول فعل ماضیش دحرج دحرجا دحرجو دحرجت دحرجتا دحرجنا دحرجت دحرجتما دحرجتم دحرجتی دحرجتما دحرجتن دحرجتو دحرجنا 14 صیغه معلومش. خب بعد از این میگوید که و در باب تفعلل یعنی باب 20 با مثل تا ده رجا، این باب چنده؟ باب 20. در باب تفعلل میگه چیکار میکنیم؟ در باب تفعلل تا و فا مضموم شوند، تا و فعل هرچه ضمه میکنیم هرچ مضموم شوند و لام اول مکسور میشود تو دو حریجه و لام اول مکسور مانند تو دو حریجه. دیدید مجهولش کردیم. اما گپ بدون فای اول ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی پیش از ما قبل آخر است او را ضم میکنیم و تا این را پیروی میکند. هر جایی که تا است مثلا تکلم، مثلا تباعد، تکلم، اینها دا گفتیم پیروی میکند. رنگ الف گفتیم پیروی میکند کو در این ت هم که کدام فعل هایی که در اولش ت هستند از ثلاثی مزید و رباعی مزید همچنین پیروی میکند. دقت بتید. میگن تو دو حریجه تو دو حریجه تو دو حریجا تو دو حریجو تو دو حریجت تو دو حریجتا تو دو حریج نه تو دو حریجت تو دو حریجتما تو دو حریجتم تو دو حریجتی تو دو حریجتما تو دو حریجتون نه تو دو حریجتو تو دو حریجنو 14 صیغه اش. و بعد از این و در باب افعلال، در باب افعلال، باب افعلال بابی چی است؟ باب احران جمع، احران جمع باب 21 احران جمع، احران جمع. اکنون ما میخوایم باب احران جمع را مجهول بکنیم. گپی بدون بینید ما قبل آخر را کسر کن و هر متعلقی پیش از ما قبل آخر او را ضم کن و این الف ضمه را پیروی میکند. این گپی بدون است. اما صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که همزه و عین مضموم شوند. همزه را مضموم میکنیم و عین باب حرف ر مضموم میشود و لام اولا کسره میگیرد میشود احرنجم. پس 14 صیغه مجهول فعل 21 مجهول فعل ماضیش میشود احرنجم احرنجم احرنجمو احرنجمت احرنجمتا احرنجمنا احرنجمت احرنجمتما احرنجمتم احرنجمتی احرنجمتما احرنجمتن احرنجمتو احرنجمنا 14 صیغه مجهول فعل ماضیش. خب بعد از این و در باب افعلال میگذاریم با در یک بابی که آخرش شده دارد. دقت بتید آخرش چی دارد؟ شده دارد. در باب افعلال باب چندمه؟ 22 آخرین باب صرفی باب اقشعر. اقشعر ما میخوایم اقشعر را مجهول کنیم. چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم آخرش فک ادغام میکنیم. ادغام هم میکشیم بگیم که اصلش اقشعر. ببینید اقشعر فک ادغام کردیم. انا اکنون مجهولش میکنیم. مجهول کردن به این طریق آسان است. ببینید چیکارش میکنیم. میگد که همزه و عین مضموم شوند. همزه را و عین باب هر دوش ضمه میگیرن اولین کار و لام اولا چیکار میکند؟ و عین مضموم شوند و لام اولا مکسور لام یکم کسره میگیرد. کسره میگیرد میشود اقشعریره. اکنون این صاحب کتاب برای ما بیان نکرد که چخیل اقشعریره شد. اقشعره ایرا ضمه کردیم قطع عین باب و این کسره شد اقشعریره شد. اجرا ببینید این طور است. نگفت صاحب کتاب. ما و شما در 22 باب صرفی خوانده بودیم. دیدیم دو حرف متجانسین بر آمد و میخوایم ادغامش بکنیم. دیدیم که پیش ای خودش ساکن است. حرکت این ر را در عین دادیم. این ساکن شد اقشعر را. پس دو حرکت همجنس را شده موندیم اقشعر را و مثل این. دیدید؟ یعنی این حرکتی که در عین میبینید ای ر یکم است از خودش نیست. اما در
احمره، ببینید در باب احمره اصلش چی بود؟ احمره. احمره وقتی مجهولش که کردیم شد مو، ببینید مو را، این را کسره کردیم، اما برای ادغام از بین بردیم و شد احمور را، یعنی حرکت را در میم ندادیم زیرا که میم چی بود؟ حرکت داشت. اما در اینجا حرفی عین حرکت که نداشت ما قبل دو تا ری هم جنس، پس حرکت ری یکم رو در عین دادیم، شد اقشعر را. دقت دادید؟ شد اقشعر را مجهولش. اصلا دقت این کسراز مو در کار میشه در ششم صیغه. دقت بدید میگه که اقشعر اقشعرو اقشعرت اقشعرتا اقشعررنا، اقشع ساکن میکنیم بعد اقشعررنا، اقشعررت اقشعررتما اقشعررتم اقشعررتی اقشعررتما اقشعررتن اقشعررتو اقشعررنا. این بود 14 صیغه مجهول فعل ماضی. پس این هست 22 باب صرفی را مجهول کردنش، فعل ماضی فقط مجهول کردن فعل ماضیش، پس این می باشد. بعد از این فصلون فعل مستقبل، فعل مضارع چطور مجهول میکنن، این را در درس بعدی میمونیم که درسمان بسیار طولانی تر شد و برای طولانی شدن درس معذرت میخوام، اما مجبور هستم که تا یک جای معین آمده پسان ایست بکنیم. پس درس امروزه را، درس ششم را در اینجا به پایان میرسونم. تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید. درس آینده ان شاء الله کوتاهک درباره مجهول کردن فعل مضارع چطور که صاحب کتابم بسیار کوتاه صحبت کردگی است صحبت میکنیم و با همین میگذاریم در موضوع نوی که صاحب کتاب برامون پیشنهاد میکند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.